از این به بعد یک شرکت موبیلی حق ندارد که به یک مشتری بیشتر از 2 سیم کارت بفروشد. تصمیم مذکور بر اساس یک قرار مشترک وزارت امور داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، خدمات علاقه و شرکت‌های موبیلی تاجیکستان گرفته شده است. ولی در این قرار که هنوز روز 2 می سال جاری قبول و همکنون رسانه شد، آمده است که اگر مشتری صاحب فرزند نابالغ باشد، می تواند با پیشنهاد شهادتنامه تولد او برای فرزند تا 14 ساله باز یک سیم کارت و برای فرزند 15-17 ساله 2 سیم کارت دیگر با نام خودش گیرد. با گفته مقامات، این تصمیم با هدف امنیت شهروندان و بیکار نخواباندن سیم کارت های علاوگی روی دست گرفته شده است، زیرا در صورت استفاده نبردن این سیم کارت های فروخته شده و غیر فعال بودن آنها هم شرکت ها مجبورند که هر ماه برای یک سیم کارت 80 درم پرداخت نمایند. عمر جان امامعلی، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، روز 15 ایون در صحبت با رادیو آزادی در شرح این قرار گفت که در بیشتر حالت ها جنایتکاران سیم کارت های را استفاده میبرند که با نام افراد دیگر ثبت شدند و این حالت جریان تفتیشات را با مشکل روبرو میکند. او گفت از دیگه ما با اون خاطر است که ما شریک شدن جنایت‌ها کار میکنیم. در اونجا بیشتر حالت ها میبینیم که جنایتکاران سیم کارت استفاده میبرند که به نام هر کس هستند، یا یک چند نفر یا سیم کارت یک بار مرتبه استفاده می‌کنه که از بازارها خریده که به نام عموما شخصیتی که نمیشناسه و مناسبت نداره. این تصمیم در پی انجام معرکه از نو به قدگیری سیم کارت ها در تاجیکستان روی دست گرفته شده است. مقامات هدف اساسی از این معرکه را از بین بردن سیم کارت های غیر فعال اعلان کرده بودند. در همین حال مشتریان شرکت های موبیلی میگویند سیم کارت زیاد داشتن به خاطر ارزان شدن گفتگو میان آنها و نزدیکانشان است. بهرام قادرов، یک مشتری علاقه موبیلی در تاجیکستان، میگوید گفتگو در داخل شرکت های موبیلی ارزان و حتی رایگان است. اگر دوستان یا نزدیکان شما سیم کارت مثال شرکتی و ویلان داشته باشند، پس برای شما هم ارزان تر است که سیم کارت این شرکت را استفاده برید. اینچنین در بعضی مناطق تاجیکستان موج همه شرکت ها دسترس نیست و در آن حالت ها سیم کارت آن شرکتی را استفاده میبرید که موجش خوب است، یعنی ما بیهوده سیم کارت زیاد را همراهمان نمیگیریم، میگوید بهرام قادرов. قبلا مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که برای به اختیار افراد جنایتکار دادن سیم کارت ها جوابگوی جنایتی تعیین شود. ماه امسال مقامات تاجیکستان اعلان کردند که در رابطه با این به حکومت تاجیکستان لایحه قانون پیشنهاد میگردد. بنا به معلومات خدمات علاقه تاجیکستان، عین زمان شماره مشتریان ثبت شده علاقه موبیلی در تاجیکستان 10 میلیون نفر را تشکیل میدهد که 4.9 میلیون نفرشان مشتریان فعال می باشند.